بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. این حلقه 13 من و شماست که ان شاء الله در این حلقه باز به اصل موضوع خود که سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کتاب زاد المعاد می باشد باز می گردیم و بیان می کنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه و در کدام زمان به نبوت مبعوث شده اند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که 40 سالگی را کامل کردند، الله رب العزة والجلال نور نبوت را به رسول الله بخشید و الله رب العزة والجلال برسالتش محمد صلی الله علیه و سلم را مکرم ساخت و به سوی خلقش مبعوثش کرد و به کرامتش اختصاصش داد و محمد صلی الله علیه و سلم را امین بین خودش و بین بندگانش قرار داد و محمد صلی الله علیه و سلم را خاتم الانبیا، تمام کننده نبوت و رسالت و دعوت کننده به سوی الله تمامی قوم ها را، مردم ها را به سوی الله گردانید و هیچ خلاف نیست و همه علما متفق هستند، میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه مبعوث شده اند. خیلی که ما به شما در فضل روز دوشنبه بیان کردیم و احادیث ها را آوردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند که در روز دوشنبه ولدت فیه، ذلك یوم ولدت فیه و ذلك یوم بعثت فیه او اوحى الی. روز دوشنبه روزی است که من در این روز تولد شده ام و در این روز مبعوث شده ام، یعنی پیامبر شده ام. بر من در این روز اولین وحی آمده است و در این روز پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه داخل شدند و در این روز از دنیای فانی به دنیای باقی رحلت کردند، یعنی وفات کردند. اما علما در ماهی که در اون ماه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولین وحی نازل شده است و در اون ماه مبعوث شدند اختلاف می کنند. اکثر علما و اکثر محدثین و محققین می گویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه ربیع الاول در 8م روزش در سال 41 عام الفیل به نبوت مبعوث شده اند که این قول اکثر علماست، خیلی که ابن القیم جوزی این سخن را ذکر کردند. و اینچنین قول دوم این است که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان به دنیا، در ماه رمضان به نبوت مبعوث شده اند. در غار حرا در ماه رمضان به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن اولین بار نازل شد که حجت اونها این است که میگویند شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، سوره بقره آیه 185. در دلیلشون میگویند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل کرده شده است.
و اولین ماه است که در این ماه الله رب العزت و الجلال پیامبر را به نبوتش مکرم کرده است و اولین بار در این ماه به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن نازل شده است. این قولی که بعضی از علما رفتند به مانند یحیی ابن صرصری که یکی از عالم حافظ، عالم لغوی بغدادی علامه بودند که در مسائل علمی خیلی هم خدمت به اسلام و مسلمین کرده اند. در یکی از بیت های می نویشند و می گویند که و اتت علیه 40 فاشرقت شمس النبوة منه فی رمضان. یعنی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به 40 ساله شدند، 40 ساله را کامل کردند، شمس النبوت به پیامبر صلی الله علیه و سلم اشراق کرد که این در ماه رمضان بود. این قول این سخن دوم است. اما به این سخن اکثر علما راضی نیستند و به دلیل که این قول دوم آورده اند که سوره بقره آیه 185 است، شهر رمضان الذی، جواب میدهند و میگن که بله این آیت در قرآن بیان میکند که قرآن کاملا از آسمان هفتم از نزد الله به آسمان دنیا در ماه مبارک رمضان در شب لیلة القدر همه اش یک مراتبه جمع الجمع نازل کرده شد که نه به دنیا نه به پیامبر صلی الله علیه و سلم بلکه به آسمان دنیا آورده نازل کرده شد و در مدت 23 سال به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موافق به سبب به حادثه رخ میداد ملائکه از جانب الله این آیت قرآن را که مناسب این واقعه بود آهسته آهسته به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قطعه قطعه و بعضی از سوره ها را دفعه واحده به مانند انعام به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میکرد. نه اینکه در ماه مبارک رمضان به رسول الله نازل شده است، بلکه قرآن از آسمان هفتم به آسمان دنیا آورده شده است. و بعضی از علما میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شهر رجب، در ماه رجب به پیامبری مبعوث شده اند که قول راجح و قول درستش قول اول است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گذشته از 8 ربیع الاول در سال 41 اولی 41 به پیامبری مبعوث شده اند. شاید کسی سوال بکند که چرا در این مسائل ما چندین سخن علما را بیان میکنیم، اختلاف را ذکر میکنیم؟ شاید خوب نبود که یک قول صحیح را بیان کنیم و با همین دیگه قول‌های را که صحیح نیست و ضعیف است بیان نکنیم و از این مسئله بیرون شویم. این نوع آموختن سیره هم درست است، اما نوع و نمود که ما امروز میخوانیم این به شما یک حقیقت سیره را میفهماند و شما را از اختلافات و از شک و شبهه بیرون میکند. وقتی که ما به شما همه قول را بیان میکنیم، قول صحیح را بیان میکنیم، ضعیفی دیگه باقی مانده قول را، سخنها را به شما میگویم، دیگر کسی شما را از حق بیرون کردنش مشکل است. دیگر شما به دلتون هیچ وقت شبهه نمی آید. امروز اگر من به شما یکی از این قولها را بیان کنم، باقی ماندهش را بیان نکنم، شما شاید در یک کتاب ببینید که ضد و مخالف سخن ما گفته است، شاید در حیرت مانید. به خاطر همین همه سخنها و همه قولها را بیان میکنیم و قول درست و راجحش را بیان خواهیم کرد ان شاء الله. با این گفته های ما که قرآن را الله از آسمان دنیا به از آسمان هفتم به آسمان دنیا نازل کرده است، روایات از صحابه، اثر از صحابه دلالت میکند که از ابن عباس روایت شده است که در شرح تفسیر سوره قدر
در آیه این انزلناه فی لیلة القدر که معنیش این است که الله میگوید البته ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. ابن عباس میگویند که انزل القرآن فی لیلة القدر جملة واحده الى سماء الدنیا، یعنی الله رب العزة والجلال قرآن را در شب قدر همه اش را کاملا یک باره از آسمان هفتم به آسمان دنیا نازل کرد، نه به پیامبر صلی الله علیه و سلم. و به پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال به حسب واقعه ها و به یک سبب نازل کرد که این اثر از صحابه اسنادش صحیح است. حاکم صحیحش میدونند که امام ذهبی اقرار میکنند و اینچنین امام سیوطی این سند را صحیح میدونند که این روز و ماه و سال مبعوث شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. اکثر علما در مسئله 40 ساله پیامبر شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخنها کردند و حکمت این را بیان کردند و میگویند که یکی از سبب‌هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سن 40 ساله، یعنی 40 ساله را پر کرد و در سن اول 41 سالگی پیامبر شد، این بود که حکمتش این بود که در 40 سالگی انسان کامل خواهد شد، عقل انسان پره خواهد شد. در 40 سالگی انسان یعنی با قوت و با قدرت و یک عقل پره و کامل به زندگی خود با یک نظر دیگر، با یک نظر مکمل نگاه خواهد کرد که در همین سن 40 سالگی است که اکثر انسان ها اینچنین عالم یا که فقیه یا که یک چیزی نوی را اختراع کرده اند. البته ما هم میگویم که در سن 40 ساله پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر شدنشان حکمت داشت، اما ما از نظر شریعت مطلوب نیستیم، طلب کرده نشده ایم که مکلف نیستیم که سر این را بیان کنیم یا که فهمیم. و مسئله دیگر این است که بعضی از انسان‌هایی که در عبادت تکاسل دارند، یعنی تنبلی میکنند و از عبادت دور هستند، همیشه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 40 سالگی پیامبر شدند، من هم در سن 40 سالگی به نماز خواندن و عبادت الله و اطاعت شروع خواهم کرد، که این خیلی هم غلط است و این سخنی خارج از شریعت و کفر است. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سخنشان بیان کرده اند که ما از روزی که به بلاغت میرسیم اطاعت الله و رسول الله را باید بکنیم، از گفته های شریعت بجا بیاوریم. و روزی مبعوث شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما هیچ احکام شرعی را نمیدهد و در سن 40 سالگی اصلا یگان احکام خاصی وجود ندارد. بعضی ها در سن 40 سالگی بعضی به مردم نان میدهند، خوراک میدهند، گویا که این سال پیامبر شدن پیامبر است. این همه بدعت و خرافات و غلط است و از نظر شریعت جایز نیست. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب الله با چندین مرتبه های وحی را قبول می کردند، وحی داده می شدند. اولین مرتبه وحی از مراتب های وحی، اولین مرتبه وحی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عادتاً با این مرتبه اول به نبوت بودنشان خبر یافتند، این رؤیت الصادقه می باشد. رؤیه کلمه هست که معنیش
خواب دیدن می باشد. خواب دیدن یعنی وقتی که انسان خواب می رود در حالت خواب رفتنش خواب می بیند. رؤیت الصادقه یعنی خواب راست، خواب راستین، خواب دروغی نیست. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن الرؤیا ثلاثه، خواب سه نمود است: رؤیا صالحه، رؤیای خواب درست و صالح و صادق، و خواب شیطانی، خواب دیدن شیطانی به مانند احتلام و به مانند بعضی دیگر از خوابهای شیطانی، و خواب فیما آن چیزهایی که نفستان در همان روز اندیشه و تفکر کرده بود. و اولین مرتبه وحی این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوابی راسته می دیدند که وقتی که بیدار می شدند این خوابی دیده اشان مثل یک فلق صبح به پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد. یعنی این واقعه بعد از بیدار شدنشان رخ می داد که این اولین مرتبه وحی بود. و این رؤیا صادقه این چنین به امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده شده است که امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعض حالت خواب میبینند که این خواب دیده اشان مثل فلق صبح در روزهای آینده به نزدشان می آید و میبینند. و دومین مرتبه وحی از مراتب الوحی این بود که ملائکه به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد، اما رسول الله ملائکه را نمی دیدند. به قلب رسول الله ملائکه نفث می کشید، یعنی روح می کشید و یک الهام از درون پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون می شد. خیلی که در روایت های آمده است که بعضش ضعیف و بعضش صحیح و معنای صحیح را دارد که ابو نعیم در حلیه ذکر می کنند از ابی امامه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که روح القدس به قلب من نفخ کشید. یعنی روح القدس کیست؟ روح القدس وقتی که در همه روایت میخوند این جبرائیل علیه السلام است که صاحب الوحی است، یگانه فرشته که به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی می آوردند از جانب الله این جبرائیل علیه السلام است که بعد از این روح پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، یعنی به درون دل پیامبر روح القدس سخن را وارد کرد که این بود: هیچ کسی از این دنیا نمی میرد مگرم در آن حالتی که رزقش کامل بشود. اگر یک نفس کشیدن شما در این دنیا باقی مانده باشد شما وفات نخواهید کرد تا همان دمی که این نفس را بکشید. هر رزقی که الله به شما نوشته است تا آخر میبینید و بعد از این وفات خواهید کرد. که این مرتبه دومین وحی بود. مرتبه سومین وحی این بود که ملائکه یعنی جبریل علیه السلام به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مانند صورت یک مرد می آمد. صورت جبرائیل به صورت مردان مختلف به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. بعضی به مرد شناس به مانند دحیه کلبی، بعضی به مرد ناشناس به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد. و در این مرتبه سوم در بعضی حالت ها صحابگان هم فرشته را به صورت انسان می دیدند. چخیلی که حدیث عمر رضی الله عنه در صحیح مسلم دلالت به این گفته ها می کند که یک مرد خیلی با لباس سفید با موی سیاه به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید. فوضع رکبتیه الى رکبتیه، زانیش را به زانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می ماند، می چسباند و رو بر روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می ایستد و از رسول الله سوال می کند: مل اسلام، اسلام چیست ای پیامبر؟ مل ایمان، ایمان چیست ای پیامبر؟ و مل اسلام و مل احسان، احسان چیست ای
پیامبر صلی الله علیه وسلم و متى تقوم الساعه و کدام روز قیامت قائم خواهد شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از این سوال فهمیدن که پیامبر فهمیدن که این جبرائیل است، برای همین گفتن که لا اكون اعلم من السائل، یعنی آدمی پرسنده از من داناتر است به کی قیامت شروع شدنش. این دلالت میکرد که پیامبر دانستند که این جبرائیل بود. و بعد از رفتن این انسان که صحابگان در یک طرف رسول الله می نشستند، عمر را دعوت کردند و گفتند که یا عمر، ای عمر، اتدری من السائل، آیا میدونی که سوال کننده کی بود؟ عمر رضی الله عنه گفتند الله و رسوله اعلم، الله و رسولش میداند، یعنی نشناختم، نمیدانم. پیامبر گفتند فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، او بعضی روایت امر دینکم، این جبریل بود علیه السلام آمد به نزد شما تا که دینتون را تعلیم بدهد. جبرائیل آمد از رسول الله سوال کرد تا که بعد از این سوال یک امر مهم دینی به مردم بیان کرده شود که اسلام، ایمان، احسان در این سوال بیان شده است. و در سنن نسائی به اسناد صحیح از ابن عمر، از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. عبدالله ابن عمر میگن که جبریل علیه السلام در بعض حالات به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت دحیه کلبی می آمد. دحیه کلبی که از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. جبرائیل به صورت دحیه کلبی به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد که صحابگان در بعض حالات می دیدند. و مرتبه چهارمینش این از همه سختترین مرتبه، وزنینترین مرتبه به رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس مثل منبهه، یعنی یک جرنگاز زنان وحی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد. یک صدای خاصی خود را داشت که در حدیث های صحیح آمده است در حالت وحی نازل شدن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی که در نزدش می ایستاد یک صدای را می شنید که صدای صلصلة الجرس یک منبهه بود، یک صدای غرنگاس بود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از شدت و سختی این نمود وحی، این مراتب وحی در روزهای خنوکی که در مدینه خنوک می شد پیشانیشان عرق می کرد. در روز خنوک هم از سختی این وحی پیشانیشان عرق می کرد. خیلی یک نوع وزنین وحی بود. و حتی وقتی که در بالای راحله اش، یعنی در بالای شتر نشسته باشد، وقتی که این نمود وحی می آمد شتر از پایش می افتاد، به زمین خواب می رفت. سبحان الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این همه وزمینی وحی را قبول می کردند و می گرفتند. خیلی که احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این روایت میکرد که امام احمد و امام مالک در موطا، امام بخاری رحمت الله علیه در باب وحی و اینچنین در باب خلق و امام مسلم در باب فضائل، باب عرق النبی صلی الله علیه و سلم و اینچنین امام نسائی در باب جامع ما جاء فی القرآن، اینچنین ترمذی در همه کتب حدیث وجود دارد. ذکر میکنن که از عایشه رضی الله عنها است که عایشه رضی الله عنها میگویند ان الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم. حارث ابن هشام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسید یا رسول الله کیف یأتیک الوحی، ای رسول الله به تو چگونه وحی نازل می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بعضی از حالتها به من مثل صدای جرس منبهه بودلنیک، یک صدای خاصی هست مثل این به من نازل می شود که این
و هو اشده علی، سختترین نمود وحی این بر من انمین نمود است. و میگویند و احیانا یتمثل للملك رجلا فیکلمونی، و در بعض حالت فرشته به نمود یک انسان به نمود یک مرد می شود و به نزد من می آید و به من سخن الله را می رساند، وحی می کند. و اینچنین عایشه رضی الله عنها می گویند به تحقیق من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که ینزل علیه الوحی فی اليوم الشدید البرد، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی نازل می شد در حالتی که این روز خیلی هم روز خنوک سخت بود، اما از سختی این وحی پیشانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرق می چکید. سبحان الله. البته مدینه هم یک خنوکی خاص خود را دارد، گرچنده که مثل جایهای ما خیلی هم خنوک سخت نمیشه، لیکن یک خنوکی سختی دارد که از همین روزها شروع می شود 3-4 ماه. و اینچنین حدیث دیگری که در مسند احمد رحمت الله علیه از عایشه رضی الله عنها وارد شده است که ان النبي صلی الله علیه و سلم كان اذا اوحى الیه وهو على ناقته، یعنی وقتی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی نازل می شد و رسول الله در بالای شترشان بودند، شتر از پا می افتید. فلم تستطيع ان تتحرك، شتر از وزنینی این وحی حرکت کرده نمی توانست. سبحان الله. این روایت را حاکم صحیح می دانند و وافقه الذهبی، و ذهبی نیز اینچنین موافقت به گفته حاکم می کنند. و این روایت شاهدهای زیاد در نزد احمد رحمت الله علیه در مسند دارد، از حدیث اسماء بنت یزید و اینچنین از حدیث عبدالله ابن عمر شاهدهای زیاده دارد که این 4مین نمودی وحی بود. و 5مین مرتبه وحی این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جبرائیل علیه السلام که به رسول الله وحی میفرستادند به صورت خودش میدیدند و در این حالت به رسول الله جبرائیل وحی میکرد. خیلی که در حدیث صحیح ثابت شده است که امام مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه میگویند لم اره، یعنی من ندیدم، پیامبر میگن من ندیدم جبرائیل را به صورت اصلیش، به آن صورتی که الله اینچنین خلق کرده بود، مگرم 2 مراتبه. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جبرائیل علیه السلام را در 2 حالت در صورت اصلی خود جبرائیل که الله اینچنین خلق کرده بود دیدند، که روایت دلالت میکند که یک کمینش در دنیا و دومینش در سدرة المنتهی در آسمان. چرا که این روایت هم از عایشه رضی الله عنها روایت می شود که امام ترمذی در سننشان ذکر کرده اند و سندش را صحیح گفتند. مرتين عند سدرة المنتهى و مرة فی الدنیا. که در احادیث دیگر آمده است که وله 600 جناح، یعنی اصل صورت نمود جبرائیل این است که 600 قنات دارند که با هر یک قناتشان، با یک قناتشان می توانند که زمین و آسمان را چی کنند؟ چپه و راسته بکنند. سبحان الله. اگر جبرائیل یک مخلوق الله اینچنین قدرت داشته باشد، سبحان الله سبحان الله. الله چگونه قدرت دارد؟ الله خیلی هم قادر است و احکم الحاکمین است. چنانه که این قصه در سوره نجم آیت 7 تا آیت 13 ذکر شده است. در این آیت ذکر شده است. و 5مین مراتب وحی را بیان کردیم. 6مین مرتبه وحی این است که الله رب العزة والجلال
به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای آسمان وحی میکند. یعنی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به واسطه کسی، جبرائیل علیه السلام واسطه نمیشوند. الله مستقیم به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آسمان، یعنی در شب معراج، اسراء و معراج، به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی میکند، به مانند فرض کردن نماز. که نمازی که امروز ما 5 وقت میخوانیم مستقیم راست الله به رسولش فرض کرده است به واسطه فرشته، که در اصل 50 بود و به 5 نازل شد، که حدیث صحیح متفق علیه به این دلالت میکند. و هفتمین مرتبه وحی این بود که الله رب العزة والجلال اینچنین به واسطه کسی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخن میکند. خیلی که الله رب العزة والجلال با موسی سخن کرده بود، موسی ابن عمران، که این با نص قرآن ثابت است، قطعا به نص قرآن ثابت است که موسی علیه السلام به الله سخن کردند و کلم الله موسی تکلیما، سخن کردند. و اینچنین در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حدیث اسراء ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به الله صحبت کردند. این 7 مرتبه دعوت بود که تمام علمای اهل سنت و الجماعت این را اقرار میکنند. ابن القیم جوزی ذکر کردند و ابن القیم جوزی ذکر میکنند، میگویند که بعضی از انسان ها 8مین مرتبه وحی را ذکر میکنند و میگویند که گویا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله را دیده صحبت کرده باشد، که این غلط است. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به اسراء و معراج بالا شد، یعنی به نزد الله به سدرة المنتهی رفت، الله رب العزة والجلال را ندید، جمال الله را ندیدند، بلکه به رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن کردند، به واسطه سخن کردند و بین الله و بین رسول الله پرده وجود داشت، که این مذهب جمهور صحابه بلکه تمام صحابه است، که عایشه رضی الله عنها ذکر میکنند. و اینچنین اجماع صحابه را عثمان ابن سعید الدارمی ذکر میکنند، که صحابه همه اجماع میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه در این دنیا و نه در آخر و نه در این دنیا و نه در اسراء و معراج الله را ندیده اند. و عقیده ما در رؤیت جمال الله، یعنی دیدن جمال الله، این است که هیچ کسی در این دنیا ندیده است و نخواهد دید، بلکه در روز قیامت و در جنت دیده خواهد شد. خیلی که نص قرآن قطعا به این گفته ما و عقیده اهل سنت و الجماعت دلالت خواهد کرد و بیان میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، روح‌های در اون روز نگاه میکنند، به سوی جمال الله نگاه میکنند. در تفسیر این آیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که علما صحیحش میدونند میگویند سترون ربکم کما ترون لیلة البدر لا تزامون فیها، زود است که جمال الله رب العزة والجلال را خواهد دید، چنانه که ماهتاب شب 14 را شما میبینید و هیچ کس شما را از دیدن ماهتاب 14 من کرده نمیتواند، اینچنین الله را خواهد دید. و اینچنین آیات ها و احادیث زیادی وجود دارد و این اجماع امت است و هر کس به قدر ایمان خود در روز قیامت و در جنت الله را خواهد دید. و با همین حلقه خود را به خاتمه می رسانیم و ان شاء الله در روزهای آینده از ختنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از مادران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اینچنین آهسته آهسته سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.